در قسمت قبل سریال دیدیم که به خاطر کارای احمقانه شنگول پلیسا اون و امیلو دستگیر کرده و بعد از اونم پلیسا اعلام کردن که از امیل به عنوان کودک کار سوء استفاده شده و اونا صلاحیت نگهداری امیل رو ندارن و خیلی زود امیل به پرورشگاه تحویل داده شد تا در اونجا زندگی کنه. همه این ماجراها در حالی اتفاق افتاد که آسیه و عمر از اون هیچ خبری نداشتن. در تیزر قسمت جدید سریال میبینیم که شنگول بعد از گندی که به بار آورده دست پا درازتر و بدون امیل به خونه برگشته و عمر و آسیه متوجه شرایط شده و اونو سینجیم میکنن و شنگول هم همه چیزو برای اونا تعریف میکنه. عمر و آسیه از شنیدن حرفای شنگول شوکه شده و باور نمیکنن که شنگول این خیانت رو در حق خواهر اونا انجام داده. اورهان که خون جلوی چشماشو گرفته شنگولو از خونه بیرون انداخته و شنگولو تهدید میکنه که باید امیلو به خونه برگردونه وگرنه حق بازگشت به این خونه رو نداره. شنگول به پرورشگاه رفته و هر کاری که میکنه نمیتونه مسئولان پرورشگاه راضی کنه و اونو هم از اونجا بیرون میندازن. آسیه و عمر خودشونو به پرورشگاه رسونده و با مسئولان پرورشگاه وارد بحث میشن، اما مسئولان پرورشگاه دست بردار نیستن و معتقدن از امیل به عنوان کودک کار سوء استفاده کردن و صلاحیت نگهداری رو ندارن. عمر با مسئول پرورشگاه وارد جنگ لفظی شده و خیلی زود درگیری بین اونا بالا میگیره و مدیر اونجا چند باری به اون و آسیه توهین میکنه و عمر که خون جلوی چشماشو گرفته به مدیر پرورشگاه حمله کرده و اونو حسابی کتک میزنه. به این ترتیب مسئله بین اونا بیخ پیدا کرده و به نظر میرسه امیل به پرورشگاه داده میشه و سرپرستی اون از آسیه و عمر گرفته شده و شاهد نابودی خانواده اونا خواهیم بود.